سلام، مهیر رحیمی هستم، کارشناسی پرستاری از دانشگاه شهید بهشتی. توی این ویدیو میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که آقا در طی 4 سال تحصیل تو به عنوان دانشجوی پرستاری در دانشگاه‌های ایران واقعیت کارآموزی‌های پرستاری چی هست؟ چطوریه؟ چی کار میکنی؟ و اصلا به درد میخوره یا به درد نمیخوره؟ اول از همه بهت بگم که از همون اول تا آخر درگیر کارآموزی‌های پرستاری هستی، یعنی از ترم 2 دانشگاه تا ترم 8 دانشگاه، یعنی ترم آخرت، تو درگیر این هستی که بری کارآموزی و بخش عمده‌ای از تایم تو رو درگیر خودش میکنه، به طوری که مثلا ممکنه که 3 روز اول هفته رو تو بری دانشگاه کلاس‌های تئوریت رو داشته باشی، مثلا از صبح تا بعد از ظهر، و 3 روز دوم هفته رو تو مشغول گذروندن کارآموزی‌هات باشی. تایمش چطوریه؟ تایمش از صبح زود تا تقریبا 12-1 ظهر تو در بیمارستان حضور داری و شیفتای کارآموزی‌های خودت رو طی می‌کنی. ببینید، روال بیشتر به این شکل هست که شما مثلا این ترم دروس و واحدهای تئوری رو میگذرونید و ترم بعدی واحدهای عملی اون رو تحت عنوان کارآموزی مثلا فلان واحد تحصیلی میگذرونید. مثلا این ترم شما واحدهای تئوری سلامت جامعه رو داشتی، ترم بعدی کارآموزی اون رو شرکت میکنی. بیشتر کارآموزی ها هم طبیعتا اختصاص داده میشه به بیشترین واحدهای تئوری. بیشترین واحد تئوری که شما دارید ما میتونیم به واحد تئوری پرستاری بزرگسالان و سالمندان اشاره بکنیم. برای مثال مثلا این ترم از این عنوان پرستاری بزرگسالان و سالمندان شما 3 تا مبحث مثلا گوارش و ارتوپدی و آب الکترولیت رو میگذرونی. در ترم بعدی شما باید کارآموزی های اون رو بگذرونی. حالا اگر خیلی شیک و اصولی و استاندارد قراره که بریم جلو، اگر من ترم قبلی گوارش، ارتوپد و آب الکترولیت رو گذروندم، ترم بعدی هم باید کارآموزی های من اختصاص داده بشه به این 3 تا مبحث، مثلا برم داخل بخش گوارش یا ارتوپدی. که حالا طبق چیزایی که حالا من شنیدم دانشگاه به دانشگاه این امر متفاوته. یعنی چی؟ اینو داخل پرانتز بهت بگم چه تفاوتی بین دانشگاه ها وجود داره. یه نکته خیلی مهمی که هست چیه؟ اینه که آقا توی هر دانشگاهی که قبول میشی، هر دانشگاهی یه سری بیمارستان‌های آموزشی رو تحت پوشش خودش داره. مثلا دانشگاه تهران شما قبول بشی، میدونی که بیمارستان‌های مثلا امام خمینی، بیمارستان مهدیه، اینا بیمارستان‌هایی هستن که بیمارستان‌های آموزشی که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی تهرانه. پس تو کارآموزیات رو داخل این بیمارستان‌ها میگذاری. مثلا داخل دانشگاه خودم که دانشگاه شهید بهشتی بود، بیمارستان‌های خوبی داشتیم. بیمارستان امام حسین بود، بیمارستان طالقانی، لقمان، یعنی بیمارستان‌های بزرگ شهر تهران هست. حالا هر چقدر اون بیمارستان‌ها بیشتر باشه، بزرگتر باشه، بهتر باشه، تو قطعاً کیس هایی که باشون کار میکنی متنوع‌تر هست. فضا و امکاناتی که در اختیار دانشگاه هست بیشتره. پس چی شد؟ پس دانشگاه من بخش گوارش رو داخل چند تا بیمارستان داره، پس براش راحت تره که دانشجوهاش رو تخص بکنه بین بیمارستان ها داخل بخش های گوارش مختلف. اما هر چقدر اون دانشگاه کوچیک‌تر باشه، امکاناتش کمتر باشه، این براش سخت داره. شیفتایی که شما داخل کارآموزی ها میگذرونی به چه شکله؟ گفتم اکثرا صبح تا ظهر، یعنی تو یه شیفت صبح رو پر میکنی که یه سری روزها میتونی که لانگ باشی، یعنی مثلا از صبح تا بعد از ظهر باشی، اون روز 2 تا شیفت برای تو به محاسبه بشه. ممکنه که بگن آقا مثلا کارآموزی فلان واحد درسی باید 9 تا شیفت برگزار بشه. حالا طبق برنامه‌ریزی که استادت میکنه یا با بقیه بچه گروهتون دارید، میتونی بگی آقا مثلا من 7 تا صبح میام، یه دونه هم شیفت لاین میام. سریعتر از اون زمان بندی میتونی شیفتات رو بری. اما داخل هر کارآموزی چه اتفاقی میفته؟ خیلی قرار واقعیت ها رو بگم اینجا. اکثرا یک کارآموزی معمولی رو میخوام بگم، اکثرا اتفاق که میفته منهای
اون بحث آموزشی و علمی که حالا TA شما یا خود استاد شما بر شما خواهد داشت، کاری که میکنی بیشتر شما خدنگی بخش رو میکنی. یعنی چی؟ یعنی ممکنه که آقا دانشجو دارن، پرستارها ممکنه که بگن آقا شما برو دارو رو حل بکن یا دارو رو بده، تاریخ آیوی ها رو چک بکن، ست سرم ها رو چک بکن. این کارهای روتین و الکی که به شما سپرده میشه و تا حدی تو میتونی از اینها استفاده بکنی. به چه شکل؟ به این شکلی که آقا تو داخل هر بخشی قرار میگیری حداقل دو سه تا چیز مهم رو یاد بگیری. اون دو سه تا چیز مهم چیه؟ بیماری های روتین هر بخش. مثلا تو بخش ارتوپدی رفتی ببینی که آقا مثلا بیماری های روتین، شکستگی های روتین، شیوه جراحی هایی که پزشک ارتوپد داره، اینها روتینش به چه شکله. حالا در کنار اون داروهای مصرفی روتین هر بخش رو یاد بگیری خیلی میتونه به دردت بخوره. مثلا تو وارد بخش ICU شدی، داری کارآموزیت رو اونجا میگذرونی، یاد بگیری که آقا سدیشن های روتینی که استفاده میشه، داروهای آرام بخشی که برای بیمارهای اینتوبه استفاده میشه، روتینش چیا هستش، اسمشون رو یاد بگیری، دوزش رو یاد بگیری، شیوه تزریق اون رو یاد بگیری. اینا خیلی میتونه بهت کمک بکنه. یه سری کارهای دیگه که تو میتونی انجام بدی، پرونده های مریض رو باز بکنی، بری اوردرهای پزشک رو چک بکنی. همین که کم کم با شیوه، چون که همه میدونن آقا دکترها باید خطن، با شیوه نگارش و خوندن اوردرها باید آشنا بشی، با چشمات عادت بکنه. مثلا یه جا دیدی آقا نوشته یه ان اینطوری نوشته بود، بدونی که معمولا چجوریه. معمولا ممکنه که قبلش هم یه اس اینطوری نوشته بود، بدونی که آقا مثلا منظورش سرم نورمال سالینه. اوکی، مثلا این رو بفهمی که اولین اوردرهایی که مثلا پزشکا ممکنه که بنویسن اون بالا هرچند هم بدخط باشه، ولی تو میدونی که آقا مثلا آیوی فیکسه، دسترسی وریدی رو برقرار بکنیده. خب اینا چیزایی هستش که با تکرار صورت میگیره. این چیزایی نیستش که پای تخت تو دانشگاه بهتون یاد بدن، خودت باید بری دنبالش و هیچکی هم به صورت روتین دل نمیسوزونه که بیاد اینا رو به تو بگه. وقت تو خودت باید دنبال این باشی که به یاد بگیری و اگر اون موقع یاد بگیری یا حداقل چشات عادت بکنه، حداقل دیده باشی اونها رو، زمانی که وارد بازار کار میشه خیلی راحت تر هستی. یا یه سری کارهای دیگه که میتونی بکنی، مثلا در بخشی مثل اورژانس که شما کارآموزی اونجا داری، فرصت خیلی مناسبیه که سعی بکنی توی رگگیری و آیوی گرفتن دست خودت رو را بندازی به اصطلاح، چون که لود مریض زیاده. هر کی میاد اورژانس اولین کاری که براش میکنن اینه که دسترسی وریدی رو براش برقرار میکنن. تو میتونی بری ببینی، چند تا یاد بگیری، ببینی چه مدلیه، بعد حالا با نظارت پرستار یا استاد خودت اقدام بکنی به آیوی گرفتن. این خیلی میتونه بهت کمک بکنه. چون گفتم یه سری مهارت‌های پایه رو اگه تو همون دوران دانشجویی یاد نگیری، وقتی که بخوای وارد بازار کار بشی ازت انتظار دارن که آقا تو حداقل این چیزها رو بلد باش. نمیخوام که تو مثلا به عنوان یک پرستار ترکی که تازه وارد بازار کار شده، تازه وارد فضای حرفه‌ای کار شده، نمیخوام بلد باشی که آقا مثلا سیستم‌های اداری مشاوره پزشک و اینا رو یاد بگیری. اینا چیزی هستش که توی کار یاد میگیری، اما آیوی گرفتن رو باید بلد باشی. اصول اولیه گزارش نویسی باید بلد باشی. گزارش نویسی یک کار لاینفک و جدا نشدنی از یک نرسه، یک پرستاره، که اینو تو باید اصول اولیه‌اش رو بلد باشی. حتما تو اون پرونده هایی که داری میخونی تو بیمارستان، برو گزارش پرستارا هم بخون. یه پرستار داره گزارشش رو مینویسه، برو بغلش بشین بگو آقا چی مینویسی، آقا خانم چی داری مینویسی. یا اگر خیلی هم اوکی ان که آقا بگی که آقا من بنویسم، تو بگو من مینویسم. هم که تو بنویسی بدون که آقا اول مثلا می‌نویسی بیمار آقا یا خانم فلانی انقدر ساله، GCS فلان، تحویل گرفته شد، هوشیار، بیداره. این ترتیب اینطوری
رو یاد بگیری، اون انتهاش مثلا آموزش هایی که دادی رو بنویسی، وسطش چی باید بنویسی، داروها رو چه مدلی بنویسی، کدوم از داروها نیاز داری که 2 تا پرستار مهر امضا بکنن. اینا چیزی هستش که تو دانشگاه به شما یاد نمیدن، باید تو فضای بیمارستان فرصتی که برات پیش اومده بری یاد بگیری. خب و تو این فرصتی هم که برات به وجود اومده، تو میتونی همین بری دارو حل بکنی و به مریض بدی، بعدش هم بشین سر تو گوشیت باشه، یا میتونی نه دنبال این باشه که آقا بری این چیزا رو یاد بگیری که 4 روز دیگه وارد فضای حرفه‌ای کار شدی، یه سر و گردن نسبت به تازه کارایی مثل خودت بالاتر باشه. واقعیت پرستاری در ایران اینه که متاسفانه 80% کاری که یک نرس در بیمارستان انجام میده توی استیشن پرستاری پشت میزه. یعنی اکثرا مشغول نوشتنن و کم پیش میاد که تایم بذارن با بالین مریض و برن بالا سر مریض و کاراش رو انجام بدن. خیلی کم پیش میاد. حالا نمیشه خورده‌ای به پرستار گرفت، اصلا سیستمی که وجود داره مشکل داره. پس تو خوبه که تا حدی کمی نسبت به روال اداری، روال کاغذبازی ها، اینکه چجوری دارو درخواست بدی به داروخونه مثلا یا گزارش نویسی، حتی آشنا بشی، چه اوردر چک کردن و آشنا بشی. یه سری چیزا بیسه که همه جا وجود داره، مثلا شیوه چک کردن اوردر پزشک، شیوه اصولی گزارش نویسی، اما یه سری کارها بیمارستان به بیمارستان ممکنه که متفاوت باشه. تو خوبه که اون چیزایی که بیسه و همه جا میدونی که وجود داره رو حداقل بری یاد بگیری، اصول اولیه‌اش رو. پس یه جمع‌بندی بکنیم، همه اینا بستگی به خودت داره که تو آقا این کارآموزی، این فضای بیمارستانی که وجود داره رو چجوری بگذرونی. اینکه آقا تو خارج از فضای بیمارستان مطالعاتی داشته باشی پیرامون آقا فضایی که توش بودی، مثلا من CCU بودم برم EKG یا نوار قلب رو بخونم، این بستگی به خودت داره. هیچ که اونقدر انتظار از تو نداره. اینکه بری بخونی یا نخونی بستگی به خودت داره. در آخر من سعی کردم به صورت اجمالی و کلی یه سری نکات رو بگم، نکته خیلی زیاده. دوست دارم که تو کامنت ها بهم بگید که آقا بیشتر دوست دارید که اختصاصا مثلا راجع به چه سوالایی جواب بدم، راجع به چه موضوعهایی صحبت بکنم. ممنون میشم که توی کامنت ها بهم بگید. در آخر خیلی ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب بکنید، ویدیو لایک بکنید، کامنت بذارید، بریم بالا با هم دیگه عشق بکنیم. تازه اول راه من تازه فارغ التحصیل شدم، تازه از دانشگاه فارغ شدم و کم کم هم راجع به واقعیت‌های بازار حرفه کار هم باهاتون صحبت میکنم. آقا ما خیلی مخلصیم.